سوره عادیات یعنی اسبان دونده در مکه نازل شده است و از 11 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. الله سوگند یاد می کند. سوگند به اسبان تازنده ای که نفس زنان به طرف دشمن حمله می کنند. سوگند به اسبانی که به نعل خود سنگ را زده آتش می برارند. فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. پس سوگند به اسبانی که بر مقابل دشمن بامدادان هجوم آورند و آنگاه در آنجا غبار برخیزانند. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود. و آنگاه در آنجا در میان درآیند و دشمن را سرنگون سازند. به درستی که آدمی پروردگار خود را شکر نمی گوید. و انه علی ذلك لشهید. به درستی او خود بر این گواه است. و انه لحب الخیر لشدید. و او علاقه سخت با دارایی و مال دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا انسانی که مغرور است نمی‌داند الله تعالی مردگان را از گورهایشان برای حساب و جزا بیرون می آورد؟ و حصل ما فی الصدور. و آنچه در دلها از نیک و بد پنهان است آشکار شود. این ربهم بهم یومئذ لخبیر. پروردگارشان در آن روز از حال آنها و عملهایشان آگاه است و هیچ چیزی از او پنهان نخواهد ماند. شما سوره عادیات را شنیدید یعنی اسبان دونده در مکه نازل شده است و از 11 آیت عبارت است.